آقا سلام، امروز اومدیم تعمیر موس. یه دونه موس اومده که یه مشکل جزئی داره، قطعی سیم، که وقتی وصلش کنم به سیستم ارور میده، چراغاش روشن نمیشه. الان بازش کرده بودم یادم رفته بود رکورد کنم. مثل همیشه هویمون تمیز میکنیم و میرم سراغ کندن سیماش. همش یادتون بمونه بعد از ترتیب سیمای موس که وصله عکس بگیریم. جابجا بزنه ممکنه این روشن نشه یا یه سری قطعاتش بسوزونه. حالا من عکسش گرفتم میذارم براتون. این وسیله که میبینید که انگار آمپوله، میزنیم بهش. این کارش اینه که قلوی اضافی رو میکشه، قلو آب میکنی با چیزی که مکش داره میکشتش. حالا میریم سیمش رو جدا کنیم. با یه بدبختی هم جدا میشه. یه روکش محافظ داشت، دهن ما رو سرویس تا جدا بشه. سایه من میبینیم، دستم تو کارت نیست. خب آقا اینجا سرش کوتاه میکنیم، بعد به روغن نیم آبش دیم. این کاغذ سفید که گذاشتم باید ترتیب سیماه، عکسش گرفته بودم نوشتم رو کاغذ، دیگه نمیشه در موبایل استفاده کنم چون دارید فیلم برداری میکنم. حالا زدیم داخل روغن. این سیما رو به اصطلاح قلم دود میکنیم، یعنی که روغن لیم میزنیم بهش دیگه ریشش نباشه، راحت تر بره داخل جاش که سوراخ داخل برد موس. حالا که میبینین الکی داریم اینجا اشاره میکنیم، مسخره بازی. خب اینجا دونه دونه سیما رو وارد میکنیم به همون ترتیب که بود و میزنیم جاش. حواستون باشه بغلیش اصلا نگیره، مثل اگه بگیره میسوزه یا نسوزم کلا موستون کار نکن، حتی اگه جا به جا بزنید کار نکن. اینجا اضافیش میگیرم با کاتر که این حرکت اشتباهه و با سیمچین انجام بدیم. خب آقا اینجا رفتیم برای تست. وقتی وصلش کنیم به سیستم باید چراغاش الان روشن بشه که میبینین روشن شد. خیلی شیک و مجلسی. موسمون میانه وسط بینیم کلیک راستش کار میکنه، میانه بالا جای دست نداشت، میزنیم ماشاءالله کار میکنه. کلید راستش از زدم کار نکرد، گفتم احتمالش هست دیگه ببندیمش درست میشه. حالا رفتیم چیکار کنیم یادم رفته، آره ببندیمش دیگه. موسر رو میبندیم، این بیلبیلکش میذاریم، لنزش، بعد بردش رو میذاریم. یکم جلوتر صداشو وصل میکنم، قلنج موسر رو بشنوین چه صدای دلنشینی داره. همین من حال میکنم با این صدا که وقتی که موسر رو میبنده یه تیکه ای میده. خب اینجا اسکرولش تست میکنیم، بینیم مشکل نداره، درست حسابی کار میکنه، روونه به اصطلاح. این دکمه کنارش داشت مثلا بک داره و اون نکس. اینجا صداش باز، قلنجش گوش کن. خب اینجا هم دیگه بریم برای تست نهایی که میبینیم همه چی داره کار میکنه. اسکرول هم اول دیدیم کار کرد. خب